سلام. امروز میخوایم راجع به تصویرسازی و ترسیم نمودار صحبت کنیم. موضوع اولمون راجع به در واقع ترسیم سه منحنی در یه نمودار هست که شما میتونید اینجا خروجی رو مشاهده کنید. ما اومدیم برای اینکه در واقع ترسیم سه منحنی کنیم از دو تا لایبرری خیلی مهم به نام نامپای و متپلاتلیب استفاده کردیم. هدف ما اینه که سه تا منحنی با رنگ‌های متفاوت که اینجا شما مشاهده می‌کنید خروجی رو ببینید. نامپای میاد چیکار میکنه؟ در واقع این کتابخونه‌ای که مدیریت داده‌ها رو انجام میده. متپلاتلیب هم به ما کمک میکنه تا ما نمودار بهتری رو بتونیم در واقع با کیفیت بهتر خروجی ببینیم. متدهایی که ما اینجا استفاده کردیم یکیش در واقع اندازه شکل ها بوده، اندازه نمودار، و اینکه از اعداد 6 و 8 استفاده کردیم که توی گرافیک ما بیشتر این عدد رو استفاده میکنیم چون عدد استانداردیه و در واقع نمودارها خیلی بهتر میتونه به ما نمایش بده. و اینکه برای لیبل ها و رنگ ها اومدیم کد نوشتیم، گفتیم که مثلا منحنی اول باید اینطوری باشه با این نمودار، با این لیبل و با این رنگ نمایش داده بشه. برای هر کدوم توضیح میدم. خب این وقتا شما کد رو مشاهده میکنید که همونطور که گفتم ما اول زمانی که بخوایم یک کدی رو بزنیم باید کتابخونه‌هاش رو ایمپورت کنیم و فراخوانی کنیم. بعد اومدیم گفتیم که دامنه x چون محور ما x و y داره، x رو اومدیم از انپیتات لاین اسپیس استفاده کردیم که گفتیم که دامنه ما از -10 تا 10 و داره 400 تا نقطه در نظر گرفتیم. 400 تا نقطه در نظر میگیم که کیفیت بهتری رو بتونه به ما ارائه بده و فضای بیشتری داشته باشه تا بتونه نمودار رو نشون بده. اولین منحنی ما که y1 معادلشه، y2 و y3 رو شما توی پاورپوینت میبینید و کار شمایی که باید این کدش رو با توجه به چیز معادلش رو بنویسید. قسمت بعدی راجع به سایز و شکل که بهتون گفته بودم. برای قسمت بعدش ما میایم برچسب ها و رنگ ها رو مشخص میکنیم. در آخر برای اینکه اینجا اگه دقت کنید تایتل رو اگه ببینیم اینجا میتونیم بذاریم میتونیم نذاریم، هیچ تفاوتی نداره، ولی خب بهتره که وقتی شما خروجی رو تو نمودار میبینید یه تایتل یه عنوانی داشته باشه که راحت تر بتونیم مثلا درکش کنیم. و اینکه همچنین ما زمانی که نمودارها رو رسم میکنیم ما نیاز به راهنما و شبکه سازی داریم که به نام لیگند و گرید که همیشه باید از این دوتا استفاده کنیم. راهنما برای اینکه در واقع بدونیم برچسب‌ها کجا باید قرار بگیره، لیبل های اون منحنی چطوریه. برای شبکه هم که مثلا اون محور x اون محور y رو به درستی بتونه نمایش بده و ساختار درستش رو بتونه در واقع انجام بده. و در آخر هم نمایش نمودار رو داریم که شما خروجیش رو توی پاورپوینت می‌بینید به این صورته که منحنی اول با رنگ آبی، منحنی دوم با رنگ قرمز و منحنی سوم با رنگ سبز. راجع به ترسیم کلمه کد هستش. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم CODE رو تو خروجی به صورت کلمه کد ببینیم. ما اینجا بیایم چیکار میکنیم؟ کلا برای اینکه ما بیایم از اشکال هندسی یا چیزای گرافیکی استفاده کنیم کتابخونه ترتل رو ایمپورت میکنیم. این کتابخونه به ما این قابلیت رو میده که تمام اشکال هندسی مثل مربع، مثلث، هر چیزی که بخوایم رو میتونیم ازش استفاده کنیم. توی این قسمت در واقع مورد نیاز ما اینه که بیایم برای هر کلمه یه تابعی تعریف کنیم و بعد در آخر اول که میایم تنظیمات اولیه رو انجام میدیم که مثلا سرعتش چجوری باشه، مثلا پن سایزش چجوری باشه، اینا تو قسمت اول انجام میدیم. بعد برای هر کلمه یه تابع تعریف میکنیم و در آخر میایم تنظیمات اولیه رو تو تابع اول در واقع فراخوانی میکنیم که تنظیماتی که کلمه کد رو داره نشون میده به صورت یک پارچه نشون بده که دچار اختلال نشه. توی این قسمت VS Code اینجا کلاس ورک 2 شما هست. همونطور که دیدین اینجا اومدیم تو قسمت تابع تنظیمات اولیه سرعتش، بک‌گراندش، ضخامت قلمش، اینا رو مشخص کردیم. حالا من اینجا رنگ بلک اینا گذاشتم، میتونید رنگش هم تغییر بدین. این دیگه دست خودتونه.
فقط در آخر من اینو بهتون بگم که ترتل یه نمایشگری داره، یه نشانگری داره که همیشه باید آخر سر اینو هایت کنیم، چون شکل ما رو میخواد نشون بده، باعث میشه شکل ما بی‌کیفیت بشه، یه نشانی بیاد که اصلا بی‌نظم بشه شکل ما. پس ما همیشه هایت میکنیم که نشانگر دیده نشه. و اینکه نگاه کنید بچه‌ها، من اومدم تو قسمت C براتون همیشه هم میخوایم قبل از اینکه رسم کنیم باید قلم ما به سمت بالا باشه. گوتون یعنی میاد چیکار میکنه؟ مختصات رو به ما میده، X و Y رو مشخص میکنه. تو قسمت پنداون بعد از اینکه ما اومدیم در واقع اون موقعیت رو مشخص کردیم، باید بیایم قلم رو به سمت پایین و شروع رو انجام بدیم. بعد اینجا ستیگین داره. حالا شما میگید که اینجا شما چرا نوشتین چرخش به سمت چپ ولی لفت نگفتین؟ ببینید تو این قسمت ما نمیتونیم بگیم لفت یا رایت، میتونیم بگیم ولی دوباره باید بهش چرخش اضافه کنیم. وقتی که بخوایم چرخش اضافه کنیم هم سرعت کد ما در واقع پایین میاد، هم کیفیت کد ما میاد پایین. برای همین از این متد استفاده میکنیم که هم میتونیم به سمت چپ هم به سمت راست و هر چیزی با استفاده از اون درجه‌ای که داره مشخص میکنه. بعد اینجا ما خب برای سی ما یه نیم دایره احتیاج داریم، به دایره کامل احتیاج نداریم و شعاع ما یعنی تو قسمت ترتل دار سیرکل اولی شعاع ما، دومی که 180 درجه نیم دایره بشه به اصطلاح. و در آخرم قلم به سمت بالا میاد تا بتونه موقعیت بعدی رو رسم کنه. تو قسمت بعدی هم شبیه همینه، من براتون گذاشتم دو تا شات که شما باید خودتون کامل کنید. همیشه یادتون باشه که اول قلم به سمت بالا میره، موقعیت رو مشخص میکنه، بعد به سمت پایین میاد. آخرین موضوع ما راجع به ترسیم گله. همونطور گفتم بازم ما برای اشکال هندسی از کتابخونه در واقع ترتل استفاده میکنیم. اینجا ما میایم از ترتل استفاده میکنیم. اول در واقع اینجا نیاز نیست شما برای گلبرگ، مرکز گل یا مثلا ساق گل هر کدوم یه تابه بنویسیم. ما میایم در واقع دو تا تابه می‌نویسیم. یه تابه برای اینکه بیاد یه گلبرگ رو رسم کنه، تابه دیگه میاد چیکار میکنه؟ در واقع خود گل رو رسم میکنه. برای بقیه‌شون از در واقع حلقه استفاده میکنیم که هر سری تکرار کنه، گلبرگ‌ها رو بکشه، مرکز گل رو رسم کنه و غیره. بعد اینجا هم که متدهای مورد نیاز نوشته شده که من توی اسکود بهتون میگم. همونطور که گفتم اول کتابخونه ترتل رو ما ایمپورت میکنیم. تو قسمت اول میایم در واقع یه تابه تعریف میکنیم برای ترسیم یک گلبرگ. اینطوریه که رنگ گلبرگ رو مشخص میکنیم. برای اینجا چون در واقع مثلا یه چیزی به اسم نقاشی طوره، خب خطهایی که رسم میشه ما همیشه زمانی که باید این خط رو شروع کنیم نیاز به در واقع بگیم فیلم و انفینه، شروع و استارت خط کشیدن و پایان خط کشیدن رو در آخر کار باید اضافه کنیم. تو قسمت سوم اینجا اومدیم ترسیم نیم دایره کردیم. اول از این نیم دایره تا اون قسمت قوس گلبرگ رو به ما نشون بده، چون دایره نیست به صورت قوسیه. بعد میایم چرخش به چپ انجام میدیم و بعد دوباره اگه به کد دقت کنید ما اومدیم نیم دایره دیگه و چرخش به چپ دیگه رو انجام دادیم تا بتونیم به موقعیت اولیه برگرده و گلبرگ بعدیشو بتونه رسم کنه. تابع دوم گفتیم راجع به ترسیم یک گله. یعنی چی؟ حداکثر سرعتش، بک‌گراندش، اندازه قلمش، اینا رو اول مشخص میکنیم. بعد میایم یک حلقه می‌نویسیم که هر سری که داره گلبرگ رو میکشه دوباره تکرار کنه. نیاز نباشه هر سری ما یه تابع تعریف کنیم. اینجا اول میایم در واقع تابعی که برای ترسیم گلبرگ استفاده کردیم در اولین قسمت میایم فراخوانی میکنیم تا تنظیمات اولیه که توی ساختار گلبرگ بوده اینجا به ما نمایش داده بشه. بعد میایم در واقع اینجا زاویه بین گلبرگ ها رو تنظیم میکنیم که اینجا به سمت راست بره. همونطور که تو قسمت قبلم بهتون گفتم برای اینکه ما رسم اشکال هندسی رو داشته باشیم باید اول قلم ما به سمت بالا باشه. پس اینجا ما پناپ هم داریم. بعد قسمت دوم هم میایم چیکار میکنیم؟ در واقع موقعیت مختصاتیش رو مشخص میکنیم. شاید براتون اون صفر که در واقع میشه مرکز خود اون در واقع مرکز رسم
دومی منفی در واقع نیم دایره شعاع، یعنی منفی نیم دایره شعاع یعنی چی؟ یعنی که بیاد شعاع دایره رو رسم کنه، بعد به سمت پایین حرکت کنه. چرا به سمت پایین حرکت کنه؟ به خاطر اینکه توی محور ایکس ها میخواد قرار بگیره مرکز گل، ممکنه که نتونه در واقع قرارگیری باشه، به سمت بالاتر قرار بگیره. برای همین اینجا منفی رو میذاره که به صورت دقیقاً مرکز گل دایره رو رسم کنه. و قسمت بعدی هم که دوباره بچه‌ها رنگ و اینا که خودتون دوباره می‌نویسید. اینجا هم دوباره شروع رو داریم و این قسمت هم ما دیگه نیومدیم از منفی استفاده کنیم. دیگه همونجا خود نیم دایره رو رسم می‌کنه. نیازی نیستش که شما بخواید بر مثل مرکز گل منفی بذارید که به سمت پایین حرکت کنه. همونطور اینا که گفتم همین فقط اینجا بچه‌ها به فوروارد دقت کنید. فوروارد یعنی حرکت رو به جلو. یعنی آخر سر حرکت رو به جلو داره و در نهایت هم که گفتیم نشانگر ترتل باید هایت بشه تا شکل ما به خوبی نمایش داده بشه. اینجا هم که خود رسم گل رو نوشتیم که در واقع شعاع، زاویه و اندازه گلبرگش، تعداد گلبرگش هم اونجا مشخص کردیم که 8 گلبرگ داشته باشه. حالا شما برگ هم میتونید اضافه کنید، همینطور من حالا برگ اضافه نکردم و خروج کد ما به این صورت شد. البته رنگ ها رو به عهده خودتون گذاشتم، من از این رنگ ها استفاده کردم. ببین بچه ما 2 تا مینی پروژه داریم. یکی نقاط احتمال زلزله رو تو در واقع نقشه ایران به ما نشون بده. یکی دیگه هم رشد جمعیت ایران هست از سال 1357 تا سال 1404. تو قسمت اول که نقاط احتمال زلزله هست، ما اینجا ساختار کلی کد ما به این صورتی که ما بیایم اول بارگیری و پردازش تصویر خود نقشه ایران رو داشته باشیم، بعد بیایم داده های زمین لرزه رو بهش اضافه کنیم، بعد بیایم در واقع پردازش داده ها و ترسیم نقشه و در نتیجه ذخیره سازی و نمایش تصویر جدید رو به ما نشون بده. به این صورتی که من داده ها رو بهتون میدم، عکس نقشه ایران هم بهتون میدم، راجع به اینکه از کتابخونه پایلو باید استفاده کنیم برای بارگذاری تصویر و اینکه ما میخوایم چیکار کنیم. میخوایم شهرهایی که نقاط احتمال زلزلهشون بیشتره، تعداد بیشتری داره، با دایره قرمز بزرگتر و پررنگتر و اونایی که نقاط احتمال زلزلهشون کمتره، نقاط قرمز کمرنگ و کوچیک‌تر نشون بده به ما. و اینکه تو قسمت بعدی در واقع رشد جمعیت ایران هست که شما تقریبا اون منحنی که رسم کردین از متن پلاتینی استفاده کردین تقریبا شبیه همونه، فقط این داده ها رو باید براش اضافه کنین. مثلا میایین سال و داده های جمعیتی رو بهش اضافه میکنین و اینکه ایجاد نمودار، شبکه نمودار رو که من بهتون توضیح دادم تو مثال. فقط اینکه ما یه فایل داریم که مینی پروژه هست، عکس و داده های زلزله و اینکه شرح مینی پروژه من براتون توی فایل قرار میدم و قسمت شرح مینی پروژه از متدهایی که باید استفاده کنین، کتابخونهایی که باید استفاده کنین همه هست، فقط شما داده ها رو بهش اضافه میکنین. اینجاست. مثلا اینجا گفتم بچه‌ها میایین تصویری از نقشه ایران رو بارگیری میکنین که من دارم، فقط شما میایین اوپن فایل میکنین که فایل رو بخونه، از کتابخونه پایلو استفاده میکنین. بعد اینکه اینجا داده های زمین لرزه من فقط 2 تاشو گذاشتم ولی شما داری داده رو کامل شما میذارین تو کدتون. بعد راجع به رنگم بگم برای پردازش داده ها رسم دایره بهتون گفتم باید چیکار کنین، از چه متدی استفاده کنین، اینجا هست. فقط اینکه رنگم از RGBه که اینجا مشخص کردم که چه اندازه‌ای باشه، 255 و اینا. فقط توی داده ها حواستون باشه که این قسمت اولیش X، موقعیت X، موقعیت Y اون شهر، 5.8 همون ریشتره در واقع زلزله است. در آخر برای رشد جمعیت هم که اینجا از نامپای و متپلاتلیک استفاده میکنیم مثل همون سوال. داده های جمعیت رو بچه ها میتونین از گوگل بگیریم
میتونید خودتون بزنید، هیچ تفاوتی نداره، همه جا هست. الان اگرم خواستین من اینم براتون تو گروه قرار میدم. اینجا می نویسین، بعد رسم نمودار و تنظیمات شرق و برچسب همه رو گفتم.